بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادران عزیز، پدرهای مهربان، با این ماه ربیع الاول که ماه مولود پیغمبر خداست شما را تبریک و تهنیت میگویم. و تبریک و تهنیت معنای این را دارد که ما و شما الحمدلله که با آمدن این آفتاب تابان از جمیع دینهای باطله و علل خصوص از آتش پرستی ما و شما نجات یافتیم. الحمدلله که راه راست را خداوند با شرف این حبیبش و ما و شما موفق گردانید. و بعداً پیش از آنه که موعظه امروزه را آغاز میکنیم یک جایه با شما دستی به دعا میبرداریم و به سوی خدای خود زاره و تولا میکنیم به حرمت این ماه مبارکش، به حرمت این حبیبش. خدایا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. خدایا غم و اندوه که در خاندان همه ما هست بر سر همه ما آمدنی است. خدایا از پس غم و اندوه برای ما شادی نصیب بگردان. و خدایا تنگ دستی در خاندان همه ما مهمان هست. خدای مهربان جمیع مسلمان ها علی الخصوص این مسلمان های مردمی کولاب را از تنگ دستی خلاص بگردان. خدای مهربان تمام مردم مسلمان بای و با دولت بگردان. و من کل بلاء عافیه. خدایا از بلاها ما را نجات بده. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من فتنة المحیا والممات و نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال. خدایا از عذاب قبر ما را نجات بده. خدایا از عذاب دوزخ ما را نجات بده. خدایا از فتنه های دشمن های اسلام ما را نجات بده. و خدایا عاقبت ما را به خیر بگردان. گذشتگان ما را پروردگار رحمت و مغفرت بگردان. امروزها که فرزندهای ما باز کمری سفر بستند، که امروزها باز به شهرهای دوردست سفر دارند، خدایا صحت و سلامت به مکان برسان و صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده بر بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. موعظه‌ای که جمعه پیشین داشتیم این در باب حضرت امام ابو حنیفه بود
که ما و شما از بعض فضیلت‌های این حضرت آگاه شدیم و دیدیم که حضرت امام به سبب قبول نکردن وظیفه قاضیگی از دست ابو جعفر منصور به هلاکت رسید. پیغمبر خدا میگوید من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، کسی که از شما در بین مردم قاضی شد وی هلاک شد به زدن کارد. یعنی حضرت البته فهمیدن که هر کسی که وظیفه قاضیگی را میگیرد اون در مشقت‌های دنیوی و اخروی گرفتار می شود. البته انسان بی سهو و بی خطا نمی شود. وقتی حکم در دست او افتید البته در یک کار یک لغزش پیدا می شود. حضرت برای احتیاطاً این وظیفه را، خیلی وظیفه مهم بود، برای خود روا ندیدند و قبول هم نکردند. عاقبت حضرت از دنیا گذشتند. وقتی از دنیا گذشتند خود ابو جعفر منصور تاریخ‌ها حکایت میکند که نزد قبر حضرت امام آمدند و از این کار خیلی ناشایمی خود پشیمان شدند و با آواز بلند گفتند ای امام، گفتند این کار غلط ناشایسته از دست من سر زد، عذر مرا در دنیا و در آخرت کی میپذیرد؟ خبر وفاتش حضرت روح ابن عباده میگوید نزد ابن جریح نشسته بودم که خیلی عالم‌های برجسته اون زمان بودند. وقتی در معرکه ما هم صدای آمد که امام از دنیا گذشت، ابن جریح چی گفتند؟ گفتند که چی علمی کلان از بین رفت. حضرت شعبه باشد، این هم که از عالم‌های برجسته زمان امام بودند، وقتی میگوید خبر وفات امام به گوش من رسید، حضرت شعبه چی گفتند؟ گفتند نور علم در شهر کوفه خاموش شد. حمانی باشد، از پدرش روایت میکند، میگوید پدرم گفت شب خواب دیدم که 3 ستاره از آسمان در زمین زد. بعد هفته گذشتن وفات ابو حنیفه میگوید به گوشم رسید و وفات حضرت مسعر به گوشم رسید و وفات حضرت سفیان ثوری به گوشم رسید. و حمانی میگوید پدرم گفت که عالم ها اینها به منزله ستاره ها هستند. این عاقبت حضرت از دنیا گذشتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. و با همین این موعظه را ما و شما خاتمه میدهیم و از تمام پیروان حضرت امام خواهش ما، درخواست ما همین است که چگونه ای که حضرت رفتار کردند و چگونه ای که از حدیث ها و آیت ها برای ما و شما مسئله های را اجتهاد کردند، باید که به اونها ما و شما رفتار کنیم، به اونها ما و شما عمل کنیم. و دیگر برادرانی که پیروی این مذهب امام نیستند، از اونها درخواست من این است که بعض اختلاف ها را در بین مردم پیدا نکنند، زیرا که عاقبت اختلاف به همه ما و شما معلوم است که به چه انجام می‌یابد. از عادی ترین حالت مسلمان ها امروز دشمن های اسلام استفاده میبرند. باور کنین ما هم دنیا گشته، ما تاریک فکر نیستیم، ما هم روشن فکر هستیم. دل ما هم الحمدلله به مسلمان ها می سوزد، دل ما هم به مسجد می سوزد، به اسلام می سوزد. از این خاطر حضرت امام شافعی را بینین که خیلی امام برجسته بودند که در شهر اوزه فلسطین به دنیا آمدگی هستند. وقتی میگوید برای زیارت نزد قبر حضرت امام آمدن به کوفه، به شهر عراق، در مذهب امام شافعی در نماز بامداد قنوت خوانده می شود
وقتی به کوفه آمد نزد زیارت حضرت امام، حضرت طبق مذهب حنفی رفتار کردند، قنوت ترک کردند تا که اختلاف در بین مردم پیدا نشود. امروز موعظه‌ای که داریم، باور کنید قریب از 70 دانه سوالم زیاد نزد ما موجود است و یک قسمی او را برای شما خواستم جواب بگردانم. و در داخل این سوالها خیلی با سوالهایی که زیادی و نادرکارم بودن، اونها را ما بیره کردیم و اونها جوابم نمیگیم. و بعضی از برادرهای ما و شما بعد این قدر دعوت‌هایی که در باب فضیلت مسجد ما سخنها گفتیم، باز البته یک سخنهای نسبت مسجد گفتن که او آدم‌ها که همه گناهگار هستند. انشاءالله از سه سوالی که در باب بگم یک تحقیر مسجد در نزد من هست، خواستم که همین فضیلت مسجد برای شما بیان کنم که مسجد چی مکان است، چی اهمیتی در اسلام دارد. انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت مسجد و کسانی که در مسجد نماز میخوانند و کسانی که مسجد را بنا میکنند، کسانی که محبتی بر مسجد دارند، اونها چی ثواب و منزلت در نزد خدا دارند، البته جوابش به شما میگردانیم. السلام علیکم داملای عزیز، میخواستم با این سوال من جواب دهید. با نزدیکی یک کودک بیمار میشود و او را به بیمارخانه میبرند که کودک در حالت وزنین بود. دکتران میبینند که علاجش نیست، به مادرش میگویند که یگان شخص بیارید که کلمه اش را خواند. مادرم رفته ملای را میآورد، وای میبیند که دست پسرک حلال کردگی نیست. میگویند که پسر چند ساله و چی نام دارد؟ میگویند حسن نام دارد و 3 ساله هست. ملا میگوید تا دستش را حلال نکنید جنازهش درست نیست. خلاصه دست کودک را حلال میکنند. آیا این عمل درست است یا نه؟ اصلا برای جنازه کردن دست حلال شرط نیست و برای تلقین کودک 3 ساله هم کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله حاجت هم نیست. و دیگر این که ختنه کردن سنت است نزد حضرت امام ابو حنیفه و نزد دیگر ائمه های ما و شما واجب است. و خود ختنه این از حضرت ابراهیم و پیغمبر ما و شما آمد که با فرمان خداوند با ابراهیم امر کرد که ختنه کن، در حالتی که حضرت ابراهیم 160 ساله عمر داشتند. در 160 سالگیش میگوید چیکار کرد؟ ختنه کردند. و این عمل با تمام امت پیغمبر ما و شما سنت شد. بهتر و افضلش همین است که در روز 7 ختنه کرده شود. در روز 7 ختنه کرده شود، در روز 7 تولد همین فرزند نام گذاشته شود، در روز 7 همین فرزند موی سری او را تراشیده با وزن او باید که ما و شما طلا دهیم یا نقره دهیم دست ما نرسد. و در روز همین 7 باید که عقیقه کرده شود. بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند باید که ما و شما ذبح کنیم. خواه خام تلاشش میکنیم، خواه یک قسمش در خانه میخریم، خواه یک قسم دیگرش به مردم تقسیم میکنیم. این کار ما و شما. این عملها باید که در روز 7 تولد فرزند باید که انجام بیابد. حتی من یک کتاب دکتری مصری را خواندم و حضرت میگوید که اگر ختنه چنان یک جهت طبی هم دارد که کسانی که ختنه میکنند از کسل سوزاک و سرطان نجات مییابند. اگر آن عملهای را انجام ندهند در دوام حیات، چون که پیدا کننده کسل این سوزاک و سرطان باشد. یعنی این فایده های طبی هم دارد و از یک جهت دیگرش سنت است در اسلام ما و شما. از این خاطر اگر کسی در 7 نکرد تا سن بلاغت ختنه کنه جایز است.
یعنی بچه تا سن 12 سالگی اگر ختنه کرده شود این همچی از سنت به جا می آید. لیکن در 7 روزگی پیغمبر خدا هم توصیه دادند که باید ختنه کرده شود. لیکن برای جنازه او را نخواندن این البته یگان دلیلی ندارد، حاجت هم نیست. درود و رحمت خدا بر شما باد ای داملای عزیز. آیا کتاب انجیل خواندن یا او را در خانه نگاه داشتن چه خیل است؟ کتاب انجیلی که الحال در دست مردم ما و شماست این انجیل اساسی نیست. این انجیل تغییرات زیاد یافته است. این انجیل الله که مردم همون خریستیانین بگیم تغییرات زیاد دادن، آن چیزی که به فایده های خودشان بود کردن. اگر انجیل اساسی باشد نام پیغمبر ما و شما در او انجیل باید که ثبت کرده باشد، ثبت شده باشد، چگونه که قرآن میگوید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد. این خدا در قرآن خبر میدهد که حضرت عیسی در بین مردم برآمد، بنی اسرائیل ده خبر داد که از بعد من پیغمبری می آید که نام او احمد است. این سخن در انجیل نیست. از این خاطر نه در خانه من درست است و نه برای انسانهایی که خط سواد ندارن برای اونها خواندن تماما منع است. جایز نیست که شما انجیل خوانید. حضرت عمر میگد بار یک پاره از تورات موسی در پیشش بود، میخواند که پیغمبر خدا نظر کرد، گفت چی میخوانی ای عمر؟ گفت تورات موسی هست. رسول اکرم میگه چهرش دیگرگون شد، گفت قسم به خدا اگر همین برادر موسی زنده میشد هر آینه از کتاب او دیده بهتر قرآن است، به قرآن چنگ میزد. این امروز از تورات هم دیده، از انجیل هم دیده برای ما و شما مقدس و عزیز این قرآن است. قرآن چی به طریق حرفهای کریلی هم برآمده است، چی به حروفهای فارسیش هم برآمده است، چی عربیش هم برآمده است. مرحمت در این ثواب است. وقتانه در این کتابهایی که الک منسوخ شدند، کتابهایی که تغییرات زیاد در داخلشان هستند، چی در کار میگذرونید؟ اینها را در خانه مسلمان ماندن خودش گناه است. نگذارین در خانه هاتان. در خانه یگان آدم انجیل پرست قرآن هست. نیست. در یگان خانه انجیل پرست قرآن راه نمیتن. السلام علیکم داملای عزیز، من سوالی دارم. در محله ما در چند مرده خانه زنهای همسایه ما مرده را زیارت میکنند و دستهایشان را به مرده میرسانند و بوسه میکنند. جوابش را گردانید تا که زنهای محله ما درکدار شوند. و سوال دوم من همین است که از خدای متعال در حق من دعای نیک کنید که کارهای من مثل برادران مؤمن باورار باشد و زکات مال دادن را بر من هم نصیب گرداند. البته امروز این هم یک حساب مصیبت است که تمام معرکه های مصیبت ما و شما را زنها میگذرانند. یعنی یک مرد در همسایگی میگذرد، برای او نه خویش است، نه تبار است، نه برادر است، لیکن پیش از شوهر یک رویمال دیگر در سر کشیدگی او نزد همون مرده در راست می شود. نه اجازت شوهر است، نه رخصت شوهر است، حتی شوهر هم درک ندارد همین زن در کجاست. و شما هم معتان وقتی همون زنها بر میگردن از مرده خانه پرسین که چیکار کردین در همون مرده خانه؟ بجز در داخل همون مرده خانه به غیبت، بغیر همون چکچکی که بین یکدیگر میکنن، باور کنید در اونجا هیچ مسئله مطرح نمی شود. همون یار و رفیقا و بگیم اهل اولادش بیچاره یک چی آبی چشم کنن میکنن. اینا فقط نظارت میکنن کنی کی می آید، کنی کی چگونه گریه میکند، چی خبرها در همون داخل است. خلاص نمیقدر کار دارن. از رفتن اینها و مرده ما و شما جنتی نمی شود.
پیغمبر خدا میگوید که انس راوی این حدیث است: لما عرج بی مررت بقوم، وقتی که من شب معراج به سوی آسمان برآمدم با همراهی جبرائیل، نظر از دوزخ کردم. لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. پیغمبر خدا گفتند نگاه کردم یک قومی را که از مرد زن عبارت بود و ناخنهای اونها از متریال میس تیار کردگی بود، ناخنهای دراز دراز داشتند. یخمشون وجوههم و صدورهم، پیغمبر میگوید با همون ناخنهای دراز دراز میسین رویهای خود خونشار میکردند، روهای سینه خود خونشار میکردند. فقلت من هؤلاء یا جبرائیل، سوال کردم ای برادر جبرائیل اینها کی هاست که اینقدر حالت وزنین در گرفتار شدند؟ قال الذين يأكلون الناس یأکلون لحوم الناس. اینها کسانی هستند که در دنیا غیبت میکردند، در دنیا اخبار میچیندند. اینا همون طایفه هستند. و این زنهای ما و شما در همون مردخانه بجز غیبت، بجز چیندن اخبار همون اولاد دیگر چیزی ندارند. با سبب این قدم زدنشون چیکار میکنن؟ گناهگار میشوند، خلاص دیگر هیچ کار ندارند. میلش بسیار دلشان نمیماند خاطر همون زن همسایه، خاطر همسایگی رفت در همون مردخانه داخل شد، پس گردد بیاد از پای کاری خانه شود. شرط نیست که تا مرده را خیزاندن در همون اطراف مرده نشیند. اینش بس نبود که با امروز دستهای مرده را بوسه میکنن. او چی است که دستی او را بوسه میکنی؟ یا دستها را در وجود مرده میرسانند. من در چند معرکه دیدیم. بعد در چهره هاشون میمالند مثل که قرآن زیارت میکنی. این حرام است. السلام علیکم داملای مهربان. از این سوال من آزرده نشوید، زیرا که این مسئله ها باعث شبهه در دل انسان قرار میگیرد. با احترام، مخلص شما از واسه. خداوند در کدام مکان و مقام جای دارد؟ بعضی ها میگویند که او در عرش است. التماس به ما فهمانید. مکان خداوند در کجاست؟ میگردیم به تاریخ حضرت امام ابو حنیفه. حضرت میگوید بار خواب دیدم یک خوگ میخواهد که بدن خود را در پوست یک درخت، در تن یک درخت مالد، لکن شاخچه های همون نوده های همون درخت این خوگ را چنان زدند که از پیش درخت دور شد. در خواب دید میگه حضرت امام. وقتی میگوید بیدار شدم، نزد استاد خود حضرت حماد آمدم، بینی ابو سلیمان. نگاه کردم که استادم خیلی غمگین است، حالتش ناخوب است. با دل گذرانیدم که چی مصیبت بالای استادم آمدگی هست. از او پرسان کردم چرا حالتی ناخوب داری؟ گو الحال گفت نزد پادشاه گفت یک گروه از بی خداها جمع شدند و با پادشاه میگویند که این طبیعتی که در دنیاست این از ماده به دنیا آمده است، این خدا نه آفریده است. و در دلیل های زیاد داریم. کدام عالمی که داری مرحمت با او عالم ما بحث میکنیم. حماد میگوید که این پادشاه مرا اختیار کرد. اما خدای داریم که وی با چشم نمیبینیم، خدای داریم که به دست باید قپیده نمیتوانیم. برای این انسانهایی که خدا ندارند با اینها چگونه من اثبات کنم؟ اینا چیزی را میبینن باور میکنن، چیزی را نبینن باور نمیکنن.
حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگوید آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن است جوابش که جوابش ندهی. در آن کسی که قرآن دلیل میاری، حدیث دلیل میاری، وقتی باور نمیکند، جواب او انسان خاموشی است، خلاص. ابو حنیفه میگوید در حال من تعبیر کردم که این خواب من با همین برآمد، یعنی این خوگه که من در خواب دیدم همان رئیسی بی خداهاست که نزد پادشاه وجود دارد و این درختی که این خوگ خواست خود را در تن این درخت مالد، این درخت استاد من حماد است و آن نوده هایی که این خوگ را زد این شاگرد او ابو حنیفه است. گفتن حضرت غمگین نشو، من با اونها بحث میکنم. اگر من بحث کردم و غالب آمدم میگویند خدا بر استاد این رحمت کند و اگر مغلوب شوم میگویند که یک شاگرد خردکه که بود و در دل مردم هیچ دیدگی پیدا نمی شود، زیرا من کودک هستم و اگر شما مغلوب شوید این یک مصیبت در شهر کوفه می شود. حضرت برای ما یک دعای ده، ما با این بی خداها بحث میکنم. وقتی نزد این ملحدین رفت، یعنی آدم هایی که در نبودن خدا عقیده داشتن، این سوال اونجا پیدا شد. سوال کردن، 10 سوال دادن حضرت امام. گفتن همون خدایی که تو پرستیش میکنی در کجاست؟ حضرت گفتن این مکان ندارد، خدای ما مکان ندارد، در همه مکان خدای ما وجود دارد. گفتن برای ما یک مثال بیار. حضرت امام مثال آوردن. گفتن در یک ظرف اگر شیر باشد، شما به من خبر دهید که آیا در ترکیب شیر روغن هست؟ گفتم بله روغن هست، این مسکه‌ای که ما و شما میگوییم. گفت آیا در کدام نقطه همین ظرف همان روغن وجود دارد؟ گفتن در تمام جزئیات این شیر روغن وجود دارد، یعنی در تمام ترکیب این شیر روغن هست. گفتن حضرت امام گفتن مادامی که یک روغن در تمام جزئیات شیر که وجود داشته باشد، پس این خدایی که خالق این شیر است و خالق این دنیاست، پس وی در همه جا وجود داشتنش ممکن است. گفت ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین که لامکان است خدا، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. برای آنی که لامکانی خدا، برای خدا یک مکانی خاصه نبودن برای تو اثبات شود، فقط به جان خودت نظر کن، همین جان در کجای بدن هست؟ در همه جای بدن هست. خدا هم در همه گوشه چی هست؟ وجود دارد. از این خاطر باز سوال کردن. سوال چی بود؟ خدا با کدام طرف نگاه دارد؟ حضرت امام گفتند اگر شما در یک خانه تاریک یک شمع را گریان کنید، در گرانید، آیا روشنی همین شمع با کدام طرف میل دارد؟ گفتند با همه خانه. گفتند مادامی که یک شمع قدرت همه جا را روشن کردن داشته باشد، این آسمان زمین این یک پرتو نور الهی است، با همه طرف خدای ما نظر دارد، همه جا را خدای ما میبیند. یعنی این گونه سوال ها حضرت امام جواب دادند. از این خاطر برای خداوند مکان مخصوصی نیست و خداوند در همه مکان وجود دارد. السلام علیکم ناملای محترم. حیوانهای دریایی را کدامش حلال و کدامش حرام بودن را مفصلا شرح دید با آیت و حدیث و فتوا. در نزد مذهب ابو حنیفه بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا زندگی میکنن همش حرام هستند، بغیر ماهی و آن چیزی که باز در همین عالم ماهی داخل می شود. زیرا که در داخل بحرها اگر شما خبر داشته باشین، خوگ ماهی هم وجود دارد، سگ ماهی هم وجود دارد، خرس‌های آبی هم وجود دارد
قورباغه ها وجود دارد، خرچنگ ها وجود دارد و دیگر نمود حشرات هایی که در زیر دریا هست. به قول حضرت امام ابو حنیفه که آیت را دلیل میکنند و یحر طبیعت آدم از دیدن وی خیره می شود. این خبائث میگویند. حضرت امام این دلیل کردند و گفتند بغیر ماهی تمام آن چیزی که در دریا هست همش حرام است. اگرچند که نزد جمهور همه آن چیزی که در دریا هست همش حلال هست، لیکن نزد حضرت امام ابو حنیفه همش حرام است بغیر ماهی. در حدیث ها پیغمبر خدا میگوید که دو چیز را به ذبح یعنی به بریدن سر اونها برای شما حلال گردانیدم، یکی ماهی یکی ملخ. ملخ هم در اسلام حلال است خوردنش، چی ذبح کرده باشد چی به ذبح باشد. و ماهی که اگر حضرت امام ابو حنیفه میگوید اگر خود مرده باشد وی حرام است، وی را خوردن جایز نیست. یعنی خود مردش حضرت امام جدا کردن که وقتی می روید شما می بینید که در دریا شکمش از قسم بالا باشد مردگی باشد، این صورت اون ماهی را حرام است خوردنش. وقتی که اگر شکمش از قسم پایان باشد و پشت از سوی آسمان باشد و مردگی هم که باشد حلال است. و این ماهی هایی که ما و شما با طریق مثال آب خلار میزنیم میگیریمشان یا یگان داروی دیگر میزنیم ماهی ها را نابود میکنیم، ایناش حلال هستند. مگر خود ماهی از پیش خود مرده باشد این حرام است گفتن حضرت امام ابو حنیفه. السلام علیکم داملای عزیز، یک دو سوال دارم. میگویند که به آینه نگاه کردن طهارت میشکند و یا که بعد نماز شام به آینه نگاه کردن روی جنت را نمیبیند و نیت نماز شب را میفهموندین. میگویند که در نماز شب 66 بار قل هو الله خوان و 33 بار دیگر باز قل هو الله خوان. التماس داملای عزیز به پررگی جواب ده. با آینه نظر کردن اینا البته همش یک عقیده های بگیم پوسیدگی و بی معنی هست. امروز برای آنی که ما چهره خود نظر کنیم، سر و لباس خود نظر کنیم، احتیاج به سوی آینه داریم. از این خاطر به همه شما به توصیه ما هم انشاءالله همه میدونم که به آینه از خانه بیرون نمیشویم. همه شما یک بار آینه در خودتان میبینین، سر و صورتتان درست میکنین، بعد از خانه بیرون میشین و همین کار شما درست است. حتی که در انسان بعضی حدیث های ضعیف پیغمبر هم هست که باید در بر آدم آینه باشد. موی سفیدهای پیشین داشتند، اگر خاطرتان باشد، چه از داشتن همون کارچه های خرد، چه از شانه و چه از آینه و در دست هر یک کدام اونها بود. امروز متاسفانه اینا از ما و شما دور شدند، لیکن داشتن اینها در بر ما و شما ضروری هست. چهره خودمان تماشا میکنیم، بدن خودمان نگاه میکنیم، کمبودی هایی که هست همش اصلاح میکنیم. چرا دیدن این غلط باشد؟ در شب به خاطر اون صاحب چهار کتاب میگوید که شب یک حالت تاریکی است، شاید که نگاه میکنین که در چشم شما یگان چیزی میتابد و در وجود شما ترس پیدا میشد. به همین خاطر است و الا نظر کردن به آینه ثواب است، گناه نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن. اگر شب تاریک در خواب ترسناک یا ناخوب ببینید چی باید کرد؟ یعنی وقتی شما اگر شب در خواب یک خواب میبینید که یک دهشت شما را فرا میگیرد، یعنی یک خواب ترس، پیغمبر گفتند وقتی بیدار شدین با طرف چپ 3 بار آب دهانتان پرتایین. با طرف چپ که در اون موضع شیطان است میگوید و این خواب ترسناک شما از حسابی وی است، در جانب همون چپتان 3 بار توف کنید، یعنی با بگیم سخنهای عادی امروزه و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گویید در هر بار توف کردنتان و بعد او پهلوی که خواب بدین پهلو را عوض کنید و خواب کنید. گفتم پیغمبر انشاءالله دیگر خوابی ناخوب نمیبینید. دویم سوال، اگر سلام از آدمی راه دوری آورده شد آیا جواب اون نیز ضرور است؟ البته وقتی که از راه دوری ها به ما و شما سلام میارند، مثال از دوشنبه هست، از مسکو است، سلام کسی را میارند، در اینجا فقهای ما و شما گفتن و علیه و علیکم السلام باید جواب گفتن در کار، یعنی بر وی ها و بر شما سلام. وقتی سلام آوردن هم با همون سلام آورنده جواب میگوییم، هم به کسانی که از نام اونها به ما و شما سلام آوردن
با آنها البته جواب سلام دادن. این حالت اگر ما جواب سلام نگردانیم ما و شما گناهکار میشویم. شیر اسب حلال است، شیر اسب حلال است. حتی در یک فتوای دارم به نام زیور جنتی، در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد، شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد، در پیستان و شیر باشد، شیر او را جوشیده گیرین، شیر وای حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است. و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره رو میگویند که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس داملای عزیز اینها رو به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدن. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، اون چیزی که گفتی همش حقیقت داره. السلام علیکم حاجی داملا، آیا اخته کردن حیوان جایز است؟ اخته کردن حیوان نزد حضرت امام ابو حنیفه ما و شما به پرگی جایز است. فقط نزد حضرت امام مالک اخته کردن اسب را اجازت نمیدهد، زیرا میگوید قوت اسب کم می شود و نسل او کم می شود. دیگر نزد هر چهار این ائمه اربعه، نزد چهار مذهب، اخته کردن حیوان به طریق اولاد جایز است. یگان غلط و یگان خطای ندارد. حتی که میگوید که حیوانی که اخته می شود، حضرت امام ابو حنیفه میگوید وای گوشتش سه روغن می شود و گوشتش با لذت می شود. یعنی همه حیوان برای انسان است. اخته کردن او در نظر ما و شما یگان کار قبیح نتاود، زیرا همون حیوان های هستند همه اونا رو خدا برای ما آفریده است. اختهشان میکنیم، میده میکشیمشان، کلان میکشیمشان، این برای ما و شما هستند. همه اون نعمتی هست که خداوند برای ما و شما آنها را خلق کردگی هست. حتی امروز ببین برای مردم دهقان همون اخته کردن همون بقه هایی که هسته چقدر یک خاصیتی خوبی آورده است که بجای همین تکنیک های زیر زمان کار داده است. اگر او را اخته نکنن او هیچ وقت در دهقان خدمت نمیکنه. السلام علیکم اکای داملا، زن حامله دار وقتی که سر فرزند می رود یعنی وفات میکند، جایز است که کودک را از شکمش بریده گیریم؟ رحمت خدا بر شما. جایز است. وقتی که اگر میبینید که زن حامله دار از دنیا میگذرد، در حال شما میتوانید که شکم او را پاره کنین. البته برای این با متخصص ها لازم است. پاره میکنن و کودک از شکم او میگیرند. در بعضی روایت ها میآیند که حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدند ای امام، آیا یگان فتوای داده ای که در او پشیمان شده باشی؟ حضرت گفتند بله یک فتوا دادگی هستم، لکن عاقبت همون فتوا را نمیدانم که چی شد. گفتند چی فتوا دادی؟ گفت بار یک شخص پرسید که یک زن حامله دار است، آیا اجازت میدهی که در حالت فوت او ما شکم او را پاره کنیم این فرزند گیریم؟ گفت بله. گفتند حضرت امام گفتند بله شکم او را پاره کنیم فرزند گیریم. در همان گفت من در حیرت ماندم که حال همون طفل و حال همون مادر چی شد. این فرزند، این جوانی که میگه سوال کرد، گفتند امام گفتند این شبهه را از دلتان دور کنید که همون جوان من هستم که با فتوای شما از شکم مادر من صحت و سلامت برآمدم. یعنی مادر من در حالت نزع جان بود، از دنیا گذشت، مرا پاره کردن، از شکم او گرفتند. امروز یکی از عالم‌های برجسته هستند. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم، آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا.
یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکند، چهره هاشون ده میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیک اخلاق خوب حمیده داشته باشند، در جای کسمتیک احترام شوهر را به جا بیارند، در جای کسمتیک وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرد، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا میشود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست، چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردن، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون است، چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان در شب در ساعت 3 و 4 خیز به سوی خدای خود زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن، لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره هست. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسین تو که دیدار الله نکرد. یعنی معناهای خیلی کلانی دارد، لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت‌ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک می شود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگد حیف میکنه.
این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اول از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست. وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست. شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند، در جنت همراه کدامش میباشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنند، 3 شوهر میکنند، از پیغمبر خدا پرسیدند این سوال. حضرت گفتند که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود، با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها میآید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود، این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود، با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب. تسبیح گردانین. از گپ بیهوده در همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیده تان مالین، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن، جایی که حجر الاسود ایستادگی هست، و همون حجر الاسود گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دست تو هیچی نمیآید. السلام علیکم بابای داملا، همین سوال ما را با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم. اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا، من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتوین، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشون گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پای یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن.
لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدمی طاقت گذار نیست. برای آدمی طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانه بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخونیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخونیم پس میخونیم، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباست در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است. در دوره های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب ها را خواندم، تماشا کردم. اونها هم برای اونها روز نامبارک روز چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روز چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود. ببین این یک جاهلیت است، حالان که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه. کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت. ما و شما را این جاهلیت محروم میکنه، نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالان که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه، یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. ای بندگان من، خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین. هر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید. شما از اینها نترسید. ماه سفر هم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین. هیچ چی بلا ندارد، هیچ مشقتی ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند. بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینها را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود.
السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین به ما صحبت میکردید. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما، ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حقمون اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پرره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کاسته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کاسته 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمانید، زیرا پیروی شما هستیم. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردونید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است. اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنین، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنین، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاده دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام آبادی همون فرزندها نمی شود و یا گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها، اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله‌ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص و بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن
که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و از جمیع آفت ها و بلاها خدای مهربان ما و شما را در حفظ و امانش نگه بدارد. اینجا برادرمان بچه بابای زین الدین 20 سامانی خیر کردن در حق پدرشان